میخوام الان 2 تا مهمون محترم به شما معرفی بکنم که اینجا کنار من هستن. دکتر امیر الهامی دکترای ادبیات فارسی دارن و استاد دانشگاه هستن. خیلی خوش اومدین آقای دکتر. و جناب آقای علی صحراگر یک جوان ویژه و متفاوت امروزی هستن. بفرمایید. خواهش می‌کنم. عرض سلام و ادب می‌کنم خدمت همه هموطنان خوب و بینندگان عزیز. I am استاد Persian language. Je parle merci. خب آقای صحراگر شما خوبین؟ من آره رو دورم من. یه کوچولو با بینندگان محترم سلام علیکم کنین، اول پرسی بکنین. یه کوچولو سلام. یه گولم چطوری؟ من می‌خوام به عنوان اولین سوال از شما آقای دکتر بپرسم که زبان فارسی چقدر دوست دارین؟ اگه بخوام به واحد طول بگم اینقدر. فارسی رو بیشتر وقتی دوست دارم که مقام عظما تلاوتش کنه، اما خود مقام عظما رو از خودم بیشتر دوست دارم. بیشتره. از خودتون بیشتر دوست دارم. شما چطور آقای صحراگر زبان؟ چی من سپیچ میخوامش، خصوص وقتی این بابا آنگوله پاچه خاره تف میده. آقای صحراگر یه دلیلی آوردن قبل از اینکه بیان داخل برنامه توی استودیو، دلیلی آوردن گفتن که راحته، سریع، سرعت داره، میگم مثلا خداحافظ مثلا میگم فعلا. مثلا خیلی سریع‌تر، نه اینجوری گفتیم. بله مثلا اینکه میگن میخوام بگم این لیوان چقدر قشنگه. میگی چی؟ این لیوان چقدر قشنگه. خیلی یه لیوان دیدم خراب. این خیلی 2 کلمه است، خیلی راحت‌تر میشه گفت. اینطوری راحت‌تر. چیز دیگه شما الان مثلا به جای پاچه خاری مثلا تو جمع دوستانه چی میگین؟ مثلا طرف هوای اون طرف مقابل رو خیلی داره، میگین چی؟ ما مثلا والا تا وقتی مقام عظما هوای آقای احمدی نژاد رو داشت میگفتیم طرف چوچک آقاست، اما الان دیگه هندل باش. حالا هندل باش یعنی چی آقای صحراگر؟ هندل باش یعنی بیا بر دل خودم، بیا لا قبا خودم، یعنی با ما باش. یه تش یعنی بیا با ما باش. با ما باش یعنی چی؟ یعنی دودو بگی در نره. یعنی پایه باش. آره دیگه، یعنی طرف پا بده. الان مشکل اینه که آقا محمود خودش پاشو نمیده به مقام عظما. خب آقای دکتر الهامی بفهمید که اصلا از کجا این واژه ها مثلا مثل ایول چیز خوبیه نه؟ آره ایول، دمت جیت، جمالت اینور اونور، خفن بفهم. این از کجا اومد؟ اصلا یهو وارد ادبیات ما شد. اینها همه ریشه های ولایی داره. مثلا همین ایول از کلام گوهربار مقام معظم ولایت میاد که میفرماید ایولا انفاسکم، که تا برسه به این جوون ها ایولش میمونه. اما واژه خفن قطعا این واژه از خوفناک ساخته شده. خوفناک اومده. منتها در کاربری خودش جایگاه خاصی داره. فکر کنم خیلی هم سهل الوصوله. نه آقای صحراگر مثلا میگین که چی رو دیدم خفن، مثلا تو چه مواردی به کار برده میشه؟ موارد مختلفی داره. مثلا به تیپ احمدی نژاد میگیم تیپ خفن، با اون کاپش مارمولکیش هم خیلی چیزای دیگه هم مثلا به آیت الله احمد خاتمی میگیم هیولا. هیولا مثلا یعنی خوبه. هیولا یعنی خوبه. به نظرم تو اما واردتر یه لغتنامه چیزی بده بیرون. بابا هیولا یعنی هیولا دیگه، یعنی اما مثلا آقای صحراگر مثلا می‌خوایم بگیم خداحافظ چی میگیم؟ میگیم خداحافظ 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 مقام عظما، سیو لیتر سیو لیتر سیو لیتر شدی حالا. اینجوری ما اینجوری میگیم. آقای صحراگر تا شده واژه بسازین شما، مثلا خودت یه واژه بسازین. ببین ما واژه‌ای درست میکنیم که خلاصه باشه، سریع قضیه رو بده به طرف. مثلا به جای اینکه بگیم مثلا حضرت آیت الله العظما احمد جنتی دامت برکاتو، یه کلمه میگیم همون یارو چفته. خب چفت رو به چه جهت استفاده میکنیم؟ به جهت عکس عقربه‌های ساعت. از این گگول مگولا خب تو نظام زیاده، ما کلمه چند میاریم باس برای هر کدومتون یه دونه درست کنیم دیگه. بریم سراغ بحثمون که داشتیم در مورد چفت صحبت میکردیم فکر کنم. نه تو هم خفه کردیم ما رو بابا با این چفت کردن. آقا به ما گفتن میرید تو این برنامه راجع به مشکلات جوانات صحبت میکنیم. آقا کف کردیم ما تو این برنامه. کف کردن یعنی چی؟ ما کف کردن تو این فرهنگ داریم. یعنی تو این فرهنگ گفته کف کردن، تولید کف کردن، مجازاً شگفت زده شدن، به ایجاب آمدن، احساسات کسی غلیان کردن. یعنی شما میگین هیچ اشکالی نداره مثلا بگیم کف کردن مثلا؟ اشکالی نداره. البته اگه جای درستی استفاده کنید چه اشکالی داره؟ مثلا مقام عظما 10 بار میره قم، میگن عظما تو کفه. آقای احمدی نژاد 10 روز میره تو منزل بس میشینه، میگن طرف کف کرده.
شما زیاد میگین کف کردم چی ما؟ خاره موقع ظرفشویی، موقع رختشویی، موقع سرشویی، برای چک پنچری، همین جا از کف کردن استفاده میکنیم. این استادم باید یه چک پنچری بکنیم چون مثل اینکه کف کرده. من میخوام آقای صحراگرد خودشون که از این ادبیات هم استفاده میکنن زیاد، شاید خود من استفاده بکنم، میخوام شما الان برای زبان فارسی یک آرزو بکنید. کی من؟ طلبم توی این اوضاع که چنیمه این برنامه هیولاتون رو همینجوری کانتینیو کنین. از این آقای شنبلقوزی هم دعوت کنین چون همه پرابلم‌های جوونا حل شده، فقط تنها چفتشون همین سود زدن تو زبان فارسیه. از شما آقای دکتر میتونید یک آرزو بکنید برای زبان فارسی؟ فارسی؟ من ترجیح میدم به جای آرزو برای زبون فارسی برای خودمون 3 نفر دست‌اندر کاران این برنامه آرزوی سلامتی بکنم، چون احتمالاً اگه الان بریم بیرون استودیو 3 سوت هممون رو فید میکنن چون با برنامه‌مون مخ همه بینندگان ریختیم تو فرغون اینجوری شده. بسیار متشکرم از همه شما. بهترین آرزوها رو براتون داریم. ببخشید وقتتون رو گرفتیم. خداحافظ.